این ویدیو قرار زندگی شما رو با یک ایده فوق‌العاده متحول کنه. پس با من همراه باشین. سلام به همه دوستان همراه. امروز می‌خوایم درباره کتابی صحبت کنیم که منبع الهام میلیون‌ها نفر در سراسر دنیاست. کتابی که به ما نشون میده چرا موفقیت یک شبه اتفاق نمیافته و چگونه تغییرات کوچیک اما مداوم نتایج بزرگی خلق میکنن. نام این کتاب اثر مرکبه، نوشته دارن هاردی. کسی که سالها در دنیای کسب و کار و موفقیت فعالیت کرده و سردبیر مجله مشهور سکسس هم بوده. این کتاب به ما یاد میده موفقیت یک شبه نیست، بلکه نتیجه انتخاب‌ها، رفتارها و عادت‌های کوچیک ماست. پس اگر به دنبال تغییر واقعی و ماندگار هستین، تا پایان این ویدیو با من بمونید. در بخش اول دارن هاردی اثر مرکب رو شبیه بهره مرکب در بانک توضیح میده. تصور کنید هر روز یک انتخاب کوچیک مثبت انجام میدین. مثلا روزی 15 دقیقه پیاده روی یا خوندن چند صفحه کتاب. شاید در هفته اول تغییری نبینین، اما با گذشت ماه‌ها و سال‌ها این انتخاب‌ها روی هم انباشته میشن و زندگی شما رو دگرگون میکنن. مثلا 2 سبک زندگی متفاوت رو در نظر بگیرین. یک نفر هر روز کمی ورزش میکنه، غذای سالم میخوره و مطالعه داره. دیگری سبک زندگی ناسالمی رو ادامه میده. در ماه‌های اول تفاوت زیادی دیده نمیشه، اما پس از 2 سال نتایج کاملا متفاوته. سلامتی، دانش و اعتماد به نفس در یک طرف، اضافه وزن، خستگی و عقب ماندگی هم در طرف دیگه. اینه قدرت اثر مرکب. بخش دوم درباره انتخاب‌های ماست که سنگ بنای موفقیتن. هر تصمیم کوچیک شما مسیر آینده‌تون رو میسازه. اغلب افراد اثر انتخاب‌های کوچیک رو دست کم میگیرن. نکته طلایی همینه. تصمیم‌های امروز ماست که تعیین میکنه 5 سال دیگه کجا باشیم. مثلا با حذف روزانه یک مقدار نوشابه قندی در پایان 1 سال چندین کیلو وزن کم کردیم. این انتخاب کوچیک سلامت شما رو تغییر میده. حالتون رو بهتر میکنه و اعتماد به نفستون رو بالا میبره. تمرینی به ما پیشنهاد میده. اینکه 1 هفته انتخاب‌های کوچیک خودمون رو یادداشت کنیم و ببینیم کدومشون ما رو به سمت هدف میبره و کدومشون ما رو از هدف دور میکنه. بخش سوم این کتاب درباره عادت‌های ماست که نیروی پنهان زندگی هستند. عادت‌ها موتور اصلی اثر مرکب هستند. وقتی عادت مثبت می‌سازید، نیازی نیست هر روز با خودتون بجنگید. رفتار درست تبدیل به بخشی از شخصیت شما میشه. برای تغییر زندگی، اول باید عادت‌هاتون رو شناسایی کنین و بعد اونا رو حذف یا تغییرشون بدین. مثلا خوندن روزانه 10 صفحه کتاب در 1 سال یعنی بیش از 3600 صفحه که معادل چندین کتاب کامله. این کار ساده است، اما استمرارشه که تفاوت ایجاد میکنه. یک تمرین پیشنهادی داره و اونم اینه که یک عادت کوچیک مثبت انتخاب کنیم، مثل نوشیدن 2 لیوان آب اضافه در روز یا 10 دقیقه مطالعه. اونو 21 روز انجام بدیم تا بخشی از زندگیمون بشه. بخش چهارم درباره تکانه است یا مومنتوم که قدرت پیشرفت. دارن هاردی از تکانه به عنوان موتور دوم موفقیت یاد میکنه. وقتی با عادات کوچیک و پایدار شروع میکنین، کم کم شتاب میگیرین و مسیر ساده میشه. شروع همیشه سخت ترین بخشه. با کار کوچیک شروع کنین، ولی ادامه بدین تا حرکت شما خودش ادامه پیدا کنه. مثلا یک چرخ بزرگ رو تصور کنین. در ابتدا هل دادنش خیلی سخته، اما بعد از چند بار هل دادن خودش به حرکت در میاد و شتاب میگیره. موفقیت هم همینطوره. پس اگر الان سخته، یعنی در مسیر درستی هستی. کمی دیگر ادامه بدین. تکانه ایجاد خواهد شد. بخش پنجم درباره تأثیرات محیط و اطرافیانمونه.
افراد و محیط اطراف تأثیر شگفت‌انگیزی روی عادات و انتخاب‌های شما دارن. دارن هاردی میگه شما میانگین 5 نفری هستین که بیشترین وقت رو با اونها میگذرونین. اگر با افراد منفی یا بی هدف وقت بگذرونین، انرژی و انگیزتون رو از دست میدین. برعکس، بودن با افراد موفق، کتاب‌های خوب و محیط‌های مثبت شما رو به جلو میبره. یه تمرین پیشنهادی. 3 نفر از نزدیکان خودتون که بیشترین وقت رو با اونها میگذرونین یادداشت کنین. تأثیر هر کدوم روی زندگیتون بررسی کنین. اگر لازمه تغییر بدین یا فاصله بگیرید. بخش 6 درباره شتاب بخش هاست. درباره انضباط و پیگیری عادت‌ها. دارن هاردی تاکید میکنه مسئولیت 100% زندگی خودمون رو باید بپذیریم. بهانه‌ها رو کنار بذاریم و هر روز پیشرفت خودمون رو بسنجیم. یه دفترچه یادداشت داشته باشیم و انتخاب‌ها و عادت‌های روزانمون رو بنویسیم. این کار ساده است، اما بسیار قدرتمنده. موفقیت از نظم و استمرار میاد، نه از کارهای فوق‌العاده. در پایان باید بگیم پیام اصلی کتاب اثر مرکب اینه که موفقیت‌های بزرگ از انتخاب‌ها و عادت‌های کوچیک اما پایدار به دست میان. شما لازم نیست یک کار خارق‌العاده انجام بدین. کافیه هر روز کارهای کوچیک درست انجام بدین. تغییرات کوچیک در گذر زمان نتایج بزرگی خلق میکنن. ثبات مهمتر از شدت عمله. محیط و اطرافیان خودمون رو هوشمندانه انتخاب کنیم. مسئولیت کامل زندگی خودمون رو بپذیریم و پیشرفت‌های کوچیک روزانمون رو جشن بگیریم. از امروز شروع کنید. حتی کوچکترین قدم در مسیر درست ارزشمنده. این قدم‌ها در طول زمان روی هم انباشته میشن و زندگی شما رو دگرگون میکنن. اثر مرکب در زندگی شما آغاز شده. فقط کافیه بهش فرصت بدین. ممنونم که تا انتها این ویدیو رو دیدین و شنیدین. لایک، کامنت و سابسکرایب شما به من انگیزه میده. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.